در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با آوازدهی یکدلانه وکیلان خلقی محترم امام علی رحمان رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گشتند. مادران تاجیک در شخصیت محترم امام علی رحمان نجات بخش ملت را پیدا نمودند. همه ایمان شیشتگی در این کارا باید یار و برادر باشید، همفکر باشید و تمام چهارآورین که پیش روی خود ذکر شود. در اجلاس 16 با روبه رئیس شورای عالی محترم امام علی رحمان ساخت کنستیتوسیونی برقرار گشته خطر پاش خوردن جمهوری تاجیکستان پیش گرفته شد. ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم. در یک مزار شریف 1000 مردم ما مرده شد. تا فرق آخرین از دیگر دولت ما برنگردانه و مسکن دائمی خود برنگردانه مردم را آرام کنیم. با تلاش و جانفدایی های محترم امام علی رحمان بیش از 1 میلیون گریزگان به وطن برگشتند. پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان محض در اجلاسی 16 شورای عالی قبول گردید. در اجلاسیه 74 قانون و سندها بررسی و قبول گردیده بهر تحکیم رشد دولت ملی تاجیکان صحیفه نوی را آغاز نمود. 30 سال صلح و ثبات، وحدت و یگانگی. 30 سال آبادی و آبادکاری و راهسازی و راهگشایی. 30 سال نوآوری و فناوری در علم و معارف و فرهنگ و تندرستی. 30 سال تشبث و تشبثکاری در سیاست بیرونی. 30 سال اعتبار و احترام در عرصه جهانی.